سلام، من رادمرد قدیریم از آرنا رشد. دوست دارین که کارکنانتون با جون و دل کار کنن؟ یک سری کارها رو باید انجام بدین تا وضعیتی پیش بیاد که اونها با تمام اشتیاق، ذوق و توانشون در محیط کار حاضر بشن. این گونه هم اونها از محیط کار لذت میبرن، هم شما لذت میبرین و هم منفعت بیشتری به وجود میاد. برای این مطلب چند تا راهکار رو آرنا رشد خدمتتون ارائه میده. یکی از اونها اینه که پاداش‌های مالی و غیر مالی ولی به صورت سیستمی و مدون رو در نظر بگیرید. برای رسیدن به اهداف پاداش‌های مالی متناسب پرداخت بشه. یا جایی که پاداش غیر مالی رو جشنی می‌خواید بگیرین یا پاداشی رو به صورت کالا و هدیه‌ای می‌خواید بهش بدین، اینا مدون باشه، یعنی از قبل تعریف شده باشه. چه بسا پاداش‌هایی که دقیق و درست انجام نمیشه و اثر سو و منفی داره. بنابراین این که عرض کردم به صورت مدون باید سیستمی برای پاداش و تشویق داشته باشید. دلیلش همینه. از قبل بدونن کارکنان شما برای چه کارهایی با چه میزان کیفیتی میتونن از یک سری پاداش‌ها بهره مند باشن. این کمک میکنه که کارکنانتون با جون و دل کار کنن. مورد بعدی این هستش که فرصت‌های رشد رو براشون به وجود بیارید. اگر بدونه که با بهتر کار کردن و مفید ظاهر شدن در محیط کار امکان ارتقا و در واقع ترفیع وجود داره، بهانه و دلیل خوبی داره برای تلاش بیشتر و با جون و دل کار کردن. یا با برگزاری کارگاه‌های آموزشی گفتگوی ایدئال و یا کار تیمی که جز خدمات آرنا رشد هست، کیفیت گفتگو بین کارکنان افزایش پیدا میکنه و اونها میتونن تمام مسائل و مشکلات و چالش‌ها رو با گفتگویی که بین همدیگه انجام میدن خودشون حل کنن بدون اینکه وقت شما رو بگیرن و درگیرتون کنن. و مورد بعدی اینه که برگزاری یک سری اردوهای تفریحی آموزشی هم در واقع میشه گفت که کارکنانتون تأثیر روحی روانی داره و همین که با توجه به محیط غیر رسمی که با همدیگه گفتگو دارن و صحبت میکنن میتونن بهتر در واقع تعامل ایجاد کنن. حمایت‌هاشون از همدیگه بیشتر میشه. به حدی که بعضی اوقات ما مواردی رو داریم که مدیران باور نمیکنن، یعنی این همون کارکنان قبلی هستن که حالا اینقدر با همدیگه صمیمی و به خوبی دارن رفتار میکنن. بله، این اتفاقیه که میتونه با توجه به شرایطی که شما دارین ایجاد میکنید در سازمانتون به وجود بیاد. کارکنان شما در محیط کار نیاز به یک سری حمایت‌های روحی و روانی دارن. از نظر روانشناختی افراد به هر حال با توجه به مسائلی که در زندگیشون دارن، در محیط فردی، خانوادگی و اجتماعیشون دارن، معضلاتی براشون به وجود میاد. حمایت‌های شما میتونه خیلی کارساز باشه. شما یک کارفرما نمیتونین بگین که من به موارد شخصی پرسنلم کار ندارم. هر فردی که در محیط کار شما حاضر میشه از خونش میاد بیرون با احساسات و عواطف و تجربیاتی داره میاد. اگر بتونیم کمکش کنیم که اونها رو حل کنه. پیشنهاد من استفاده از جلسات کوچینگ هست برای افرادی که درگیری‌هایی رو احساس می‌کنین دارن. به هر حال درگیری‌های خانوادگی یا مسائلی براش پیش اومده و نتونسته حلش کنه. با کوچی که شما در اختیارش میگذارین میتونه به تدریج مسائلش رو حل بکنه و همون کیفیتی برسه که مد نظر شماست. یکی از نکات مهم که کمک می‌کنه برای اینکه تمام کارکنانتون با همه وجودشون حاضر بشن در محیط کار اینه که احترام و اعتماد متقابل رو باید ایجاد کنید. این شرایط دست ساخته شماست. فرهنگ سازمانی رو شما دارین شکل میدین. افراد با توجه به شرایطی که شما ایجاد کردین میتونن در واقع اون فرهنگ خرد خودشون، فرهنگ‌های خانوادگی خودشون رو اگر نیاز هست تغییر بدن. سازگار میکنن خودشون رو با محیط کاری که شما فرهنگش رو تبیین کردین و دارین ترویج میکنین و روش دارین تاکید میکنین و دنبال میکنین. پس بنابراین این قسمت خیلی اهمیت داره. و برای این مطلب یکی از موردهایی که من بهتون پیشنهاد میکنم اینقدر عادلانه و هماهنگ عمل کنین بین کارکنان که اونها احساس به حال ناخوشایند نداشته باشن. اگر قرار تشویق و در واقع میشه گفت که تحسینی انجام بشه به لحاظ شایستگی هایی باشه که اونها دارن، به میزان آمادگی که دارن برای رشد خودشون و سازمان مورد تقدیر و توجه شما قرار بگیرن. پس هماهنگی در دادن امکانات و توجه به کارکنان و برقراری محیط کاملا متعادل و هماهنگ این کاری که شما باید انجام بدین تا از نتایجش استفاده کنید. نکته دیگه ارتباط مؤثری که شما میتونید با کارکنان داشته باشید. شرایط رو باز کنید. اونا بتونن بیان پیشنهاداتشون رو به شما بدن. بر اساس پیشنهاداتی که دریافت میکنین اگر کارساز بود اونا رو تشویق کنید
و بتونن حتی از مزایای مالیش هم بهره مند بشن. نظام پیشنهادات در این رابطه میتونه کمک کنه. یکی از خدمات آرنا رشد اینه که مستقر میکنه در مجموعه شما نظام پیشنهادات، اینکه چگونه کارکنانتون با دادن پیشنهادات و نظرات خودشون هم شایستگی‌هاشون رو به شما اثبات کنن، هم موجب رشد خودشون و سازمانتون بشن. این شرایط و محیط باز کاری که شما باید برنامه‌ریزی کنید و روش کار کنید. خیلی از مدیران استنباطشون اینه که آنچه که به هر حال داره انجام میشه دیگه نیازی نیست من کامنت بگذارم، بازخورد بدم. اگر که کارشون مثبت باشه که خب به هر حال دارن کار رو انجام میدن، و اگر که منفی هم باشه من خیلی ورود پیدا نمیکنم. به هر حال با سعی و خطا انجام میدن و محیط به هر حال اونها رو کم کم آماده میکنه. در حالی که تأثیر بازخورد مستمر بسیار زیاد. همه ما نیاز داریم که طرف مقابل به ما بازخورد بده، چه مثبت چه منفی. من اگر کاری رو به طور دقیق و کامل انجام ندادم، شما به من بازخورد بدین، استفاده میکنم و در نوبت بعد اون کار رو دقیق‌تر انجام میدم. یا اگر شما یه کار خیلی خوبی رو انجام دادین، من به شما بازخورد بدم و تبریک بگم، تشویقتون کنم، خوشحال بشم از اینکه شما این کار رو تونستین دقیق انجام بدین. این بازخورد من باعث میشه که شما این مطلب رو در خودتون رشد بدین، پرورش بدین و تکرارش کنین. پس این بازخوردهای شماست که میتونه کمک کنه کارکنانتون با اشتیاق بیشتر کار کنن، نسبت به درست اجرا کردن و دقت در کارشون همت بیشتری رو به خرج بدن. اهداف سازمانی باید برای کارکنان شما مشخص و مشروط باشه. اگر اونا بیخبر باشن که سازمانشون چه اهدافی رو دنبال میکنه، اون همراهی رو ندارن. برنامه‌ریزی هایی رو که دارین برای رسیدن به اهداف، اینها رو با کارکنانتون در میون بگذارید. حتی از اونها نظر بپرسید. مشارکت اونها در تنظیم برنامه‌ها هم ذوق و شوقی رو درشون به وجود میاره که مورد مشورت قرار گرفتن، و هم اینکه از درون در واقع انگیزه پیدا میکنن برای اینکه بیشتر بیان پای کار. شما با پیشنهادات اونها هم به اونها لطف کردین، هم به خودتون، چون اون پیشنهادات سازنده‌ای که دریافت میکنین باعث ارتقای کارتون میشه. و بعد از اینه که برنامه‌ریزی‌ها رو همراهی کردین و جلو بردین، مورد بعدی ارزیابی کارهاست. حتما تو ارزیابی عزیزان دقت داشته باشید که ارزیابی‌های دوره‌ای ضروریه، ولی به طور مشخص و شفاف نحوه ارزیابی و چگونگی کار ارزیابی رو برای کارکنانتون بازگو کنید. اونها بدونن با چه متری دارن اندازه‌گیری میشن، بدونن چگونه دارن در واقع مورد سنجش قرار میگیرن. کسی منکر ارزیابی و سنجش نمیتونه باشه، همه قبولش دارن. ولی اگر بعضی از ارزیابی‌ها نادرست باشه، نابجا باشه، بد سلیقگی درش باشه، عادتا موجب رنجش کارکنان میشه. پس اگر میخوایم با همه وجود کارکنانمون رو داشته باشیم، لازمه که اهدافمون، برنامه‌هامون و ارزیابی‌هامون شفاف و دقیق و واضح باشه تا اونها در جریان همه چیز باشه. و اما دستاوردهایی که اجرای این خدمات و به کارگیری این راهکارها میتونه برای شما مدیر عزیز داشته باشه. یکی اینه که محیط کار شادتر و سالمتری رو داریم، با رضایت بیشتر دارن کار میکنن، تنش‌ها خیلی کم میشه و میتونین در واقع با تمام برنامه‌ریزی‌هایی که کردین نتایجش رو بهره برداری کنین. و مورد بعدی اینه که با رضایتمندی کارکنان که داره افزایش پیدا میکنه، رضایت مشتریان شما هم حتما حاصل میشه. ما از داشتن کارکنان رضایتمند و وفادار میرسیم به مشتریان راضی و وفادار. به طور خلاصه هدف ما اینه که محیطی رو ایجاد کنیم که کارکنان به راحتی کار کنن، از کارشون لذت ببرن و محیط رو روز به روز شادتر کنن. متشکرم از اینکه تا آخر ویدیو ما رو همراهی کردید. منتظر نظرات ارزشمندتون هستم و الهی که تندرست و سربلند باشید.